گیلانی ها عاشق کباب ترشن. اگه شما هم دوست دارین به این روشی که درست میکنم آماده کنین، حتما عاشقش میشین. به فیله گوساله یا راسته گوسفندی، آب انار ترش، رب انار ترش، ماست، نمک و فلفل، سبزی معطر، پیاز رنده شده و گردوی آسیاب شده نرم احتیاج داریم. گردو رو داخل ظرفی میریزیم، پیازی که درشت رنده کردیم، سبزی معطری که داخل کپشن توضیح دادم، رب انار ترش، آب انار ترش، ماست و نمک و فلفل رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. عزیزان با لایک و کامنت، سابسکرایب و فالو کردن و زدن زنگوله کانال خودتون رو حمایت کنید و آموزش های دیگه‌مونم دنبال کنید. به این صورت مخلوطش میکنیم تا یک دست بشه. گوشتمون رو اضافه میکنیم که بهتره چرب باشه. به این صورت با دست مخلوط میکنین و ماساژ میدین تا مواد کاملا بچسبه به گوشت. به این صورت 5-6 ساعت یا بیشتر استراحت بدین داخل یخچال تا مزه ها به خورده گوشت بره. بعد از استراحت به این صورت گوشتا رو به سیخ میکشین، خیلی به هم نچسبونین تا اینکه ما بین گوشتا هم روی آتیش خوب بپزه. گوجه ها رو هم به سیخ بکشین. گوشتمون آماده است که بره روی آتیش. موادی که از کباب ترشمون باقی مونده روی حرارت میذاریم داخل مایتابه. به این صورت تفتش میدیم تا از خامی در بیاد و کنار گوشت میل کنید. زغالو که بور کردین و آماده شد، کبابا رو روش میچینید و مرتب زیر و رو کنید تا گردوهای روی کباب نسوزه و همچنین مغز پخت بشه. اینم از کباب ترش آمادمون. نوش جان، حتما امتحانش کنید.